بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و دنیایی از ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران و مهتران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و محفل و فضای گرم خانواده همچنان گرم باقی بمانه و بلکه گرمتر هم بشه. الله رو بی نهایت سپاس از اینکه یک بار دیگر این فرصت نصیب شد تا به همراه شما عزیزان سفره دل دیگری پهن کنیم و ادامه بدیم موضوعات برنامه‌های گذشته رو. در خدمت جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز خواهیم بود سر این سفره جدید و صحبت‌های زیبایشون و آنچه که برای پذیرایی از شما عزیزان تدارک دیدن در سفره دل امروز. جناب دکتر عرض سلام و ادب و احترام، خوش آمدید. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم، هم خدمت شما بزرگواران و هم خدمت تمامی دستاندرکاران شبکه، عزیزای پشت صحنه به خصوص، و همچنین خدمت شما خوبان که باری دیگر ما مهمون خانه های شما و سفره دل شما هستیم. انشالله که دست در دست هم بتونیم مفاهیم عشق و مودت و زندگی پر از شادی و سعادت و خوشبختی رو نقل مجلس هامون کنیم، به دیگران هدیه بدیم، آنچه یاد میگیریم به دیگران هم منتقل کنیم تا بتونیم یک جامعه پر از شادی و پر از مودت و رحمت داشته باشیم. در خدمت شما هستم استاد سلیمانی. خدمت از ماسترم دکتر. اگر برنامه گذشته رو همراه ما بوده باشید و مشاهده کرده باشید، جناب دکتر دست کلیدی همراه خودشون آوردن که همچنان اینجا الان جلوشون هست و کلیدهای 15 گانه‌ای گفتن در این دست کلید هست و عنوان این دست کلید رو هم گذاشته بودن دست کلید عشق و کلیدهای عشق رو به همراه شما عزیزان بررسی می‌کردیم در برنامه گذشته تا ببینیم که چه مواردی رعایتش به ما کمک میکنه تا ما بتونیم که درهای احساس و عاطفه و عشق رو در فضای خانواده باز بکنیم. به 4 مورد اشاره فرمودن جناب دکتر و مورد اول، کلید اول عبادت بود، موضوع لبخند رو مطرح کردن، زبان خوش و مورد سلام گفتن و ابتکار در نحوه تعامل و برخورد اول که ما از با حالا تعبیر سلام ازش یاد میکنیم رو در برنامه گذشته به همراه شما عزیزان مطرح کردند و استفاده کردیم از صحبت‌های جناب دکتر و امروز قرار شد که در برنامه این هفته به همراه شما عزیزان ادامه بدیم این موضوع رو و کلیدهای جدیدی رو که منتظر بودیم تا ببینیم که جناب دکتر در این دسته کلید چه موارد دیگری به غیر از عبادت، لبخند، زبان خوش و سلام برای ما و شما بینندگان عزیز و ارجمند دارند. جناب دکتر در خدمت شما هستیم و کلیدهای جدید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. استاد سلیمانی عزیز، ما در حقیقت انسانیم یا تمساح؟ یعنی چی؟ یعنی اینی که ما ببینید خداوند متعال چه خدای حکیمی ما داریم. خدای حکیم در تمساح، شکل تمساح تنها 4 به اصطلاح حرکت رو میتونه انجام بده. خود تمساح آره حرکتش خیلی محدوده، خیلی محدود. 4 تاست فقط. یه چشمی که باز و بسته میشه، یه دهنی دهن نیست اون که اصلا کنین است. برای چی؟ برای اینه که این تمساح همینه دیگه. تمساح دیگه لبخند نمیتونه بزنه، تمساح غیر از این نیازش هم نیست، باید اینطور باشه تا بتونه زندگیشو به پیش ببره. میدونید که بیشترین عضلاتی که در جسم انسان هست بیشترینش کجاست؟ در صورت انسان. 7000 حرکت رو انسان میتونه با صورتش انجام بده که ببینید تمام عضلات جسم انسان به صورت به اصطلاح اینطور در هم فرو رفته، مگر صورت به اصطلاح عضلات صورت که به صورت شطرنجی هست که میتونه انسان هر شکلی رو بگیره. اینه که مثلا
شما از صورت طرف رو میخونید، از صورت شخصیت رو میخونید، از صورت خودش حرف میزنه. در سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک قصه بسیار زیبایی داریم که بنده خداهایی اومده بودن، بنده های خدا فقیر فقرایی از روستایی اومده بودن، وضعشون بسیار خراب. اینا رو تا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دید، شکلشون داد میکشید که فقیرن، نیازمندن. اون راوی جابر است تقریبا میفرمایند که فتمعر وجه رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی همین صورت رسول خدا صلی الله علیه و سلم ببینید در هم رفت. بعدش تشویق کردن صحابه رو، صحابه هم هر کسی توانی که داشت آوردن چیزایی دیدن. بعد تصویر صحابی رو ببینید، میفرمایند که فتحلل وجه رسول الله صلی الله علیه و سلم کأنه مذهبه، یعنی چهرهشون شکفته شد انگار که طلاست، میدرخشید. این چهره رو، این قدرت ها رو خداوند متعال به ما داده. اون وقت ما میایم چیکار میکنیم؟ ضایعش میکنیم. این عشق رو میتونیم ما با صورتمون بسازیم. خب اما خب به هر حال کسی که نخواد امکان نداره هم عوض بشه. کسی که عینک آفتابی به چشم داره امکان نداره که صفحه سفید رو سفید ببینه. خب اگر بعضیا گفتن جناب دکتر که خب ما چه کنیم؟ حالا خداوند اینجوری ما رو خلق کرد، دکور ما هم جوری بوده، ما آب و گل ما را چنین سرشتند. استاد سلیمانی عزیز، شما دستتون رو ببندید بدید من. راست و چپ باید. هر کدوم که چپ نزدیک‌تره به شما. من میخوام دست شما رو باز کنم. زورتون زیاد شده جناب دکتر. خب نمیتونم. چرا نمیتونم؟ من نگفتم که شما دستتون رو محکم بگیرید، من گفتم دستتون رو ببندید. اما شما اختیار خودتون بود، میخواستید شل کنید، باز کنید، میخواستید ببندید. گفتم کم نه. خب دستتون رو ببندید. سلیمانی جان عزیز، خدا به پدر تا بیاموزه. آمین. دستتو بکن. ببینید باز کردی. یعنی با یک لطافت من تونستم شما رو عوض کنم یا خودتون رو عوض کردید؟ متأثر شدم از این موضوع گیری. اما اختیار خودتون بود، میتونستید عوض نکنید. این قانون است. تا وقتی که من نخوام عوض بشم کسی نمیتونه منو عوض کنه مگر خداوند متعال. و خداوند متعال همین قانون رو گذاشته، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. حتی خداوند متعال کسی رو که نخواد عوض بشه عوض نمیکنه. خودت بخوا عوض شو، خداوند یاریت میکنه، کمکت میکنه. فضا رو دقیقاً اینی که به اصطلاح ما اینطور خلق شدیم، این عادت منه، گل ما رو اینطور سرشتن، اینا حرفاییه که ما خودمون رو گول میزنیم. تلقینایی هست که ما به خودمون وارد میکنیم که هیچ حقیقت نداره. اگر من بخوام فرشته بشم فرشته میشم، اگر نخوام نمیشم. اگر بخوام شیطانم بشم اختیار خودم هست. خداوند متعال همه اختیار رو به ما داده. خب اینی که به اصطلاح یه چیزایی هست که به اصطلاح ما باید این نیروها رو که داریم خداوند متعال به ما داده از اینا استفاده کنیم. این چهره، این صورت از منه. و اما به نعمت ربک فحدث. و اما به نعمت ربک فحدث. این همه نعمتی که خداوند متعال به من داده باید شکرش بگم. این صورت رو خداوند متعال به من داده با این همه عضلات، با 7000 حرکت. من کیف خودم هست، چه کار میخوام بکنم، چطور میخوام اجراش کنم، این دست منه. عشق رو در خانه ساختن دست منه. این دست کلید در اختیار منه. خودم هم که میخوام استفادهش کنم یا نمیخوام. اینه که اگر ما بخوایم عوض بشیم میتونیم. اینه که ما بگیم که به اصطلاح من فلانی رو دوست دارم، زندگیم رو دوست دارم، یا میخوام یه زندگی خوشبختی داشته باشم اما نمیتونم، این امکان نداره. نمیخوام، بله مشکل از خودمه. مشکل از خودمه، نمیخوام. وقتی نمیخوای دیگه این کسی نمیتونه به اصطلاح تو رو مجبور کنه. اما اگر بخوای میتونی. کلید اول که ما گفتیم عبادت هست. کیه که جلوی انسان، رابطه انسان با خداش رو کی میتونه قطع کنه؟ هیچ کس.
اون فرد هر چی میخواد باشه، بابا من خیلی گناهکارم، بابا طرف 100 نفر رو گردن زده بود، 100 نفر رو کشته بود، یک آدم به تمام معنا خونخوار. وقتی اومد توبه کرد، خداوند نه اینکه توبهش رو پذیرفت، بلکه اصلا قوانین طبیعت رو به خاطر این بنده‌ای که به اصطلاح بازگشته، این قوانین رو به هم ریخت. این میخواست بره به سوی به اصطلاح شهر، این قصه زیبایی که به اصطلاح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای من نقل میکنن، که میخواست بره به شهر خوبی ها، به شهری که میخواست در اون خوب باشه. خداوند اصلا زمین رو گفت و بیا جمع شو که نزدیک بشه تا فرشته‌های بهشت اون رو ببرن. پس کسی بین بنده و خداش نمیتونه فاصله بندازه. کلید دوم رو ما گفتیم لبخند. این صورت زیبا با این 7000 به اصطلاح حرکت، با این همه عضلات، این در اختیار منه که من لبخند بزنم یا اخمو باشم. و زیبا اینجاست یکی میگه که آقا من نمیتونم لبخند بزنم. بابا اگر نمیتونی زورکی لبخند بزن. حتی زورکیش هم عبادت. میدونین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی ما رو تشویق میکنن برای قرآن خوندن، تلاوت قرآن، میفرمایند که گریه کنید تا لذت ببرید از قرآن. فإن لم تستطیعوا، اگر تو نمیتونی، تو این جو نیستی، فتباکوا، خودتون رو به گریه بندازید، حالت گریه بگیرید. که چی؟ که این انسان، این در اختیار منه. من وقتی که خودم رو به این حالت بندازم دیگه، من وقتی بگم که به اصطلاح من تمرین میکنم، هرچه اخمو باشم تمرین کنم، به اصطلاح میتونم. وقتی میگیم که به اصطلاح کلید بعدیش سخن شیرین هست، این زبان در اختیار منه. زبانی که خداوند متعال به من داده، اختیارش دست منه. هر طوری بخوام میچرخونمش. مالیات هم نمیگیره، مالیات هم خداوند ازم نمیگیره، کسی ازم نمیگیره. بعدش هم زیباست، زبان سرخی رو خداوند به من داده و همیشه هم چربه، همیشه نرمه، همیشه هرچی حرف بزنیم کنترل نمیندازه، آخر ما پولشو بدیم. وقتی که به اصطلاح اینطوریه، پس چرا من نیام این رو در مسیر خوب استفاده نکنم؟ اختیار منه که فوش بدم، اختیار منه که حرف زیبا بزنم. چرا حرف زیبا رو نگم؟ خب وقتی میگیم سلام، خب سلام یک راهی است که به اصطلاح عجیب. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که شما وارد بهشت نمیشید مگر اینی که شرط ورود بهشت چیه؟ همدیگر دوست داشته. ایمان. ممکن نیست که شما مؤمن باشید مگر اینی که دوست داشته باشید. حالا این دوستی و محبت کلیدش چیه؟ سلام. این سلام چقدر به اصطلاح سنگینه یا چیه؟ ببینید یک کلمه بسیار زیبا. این دست اختیار منه که من این سلام رو بگم و چجوری بگمش. بعضی وقتا این سلامایی هست که از کوفت زهرمار هم تلختره. طرف میون سلام علیکم، این نشد، این سلام نیست، این فوشه، بده. وقتی میبینی بعضیا تا وارد یک مجلسی میشه اصلا کل مجلس رو یهو شارژش میکنه با یه سلامش استارت میکنه کلا اصلا جو رو عوض میکنه. مردم یکی نمیدونم ناراحته، یکی غمگینه، یکی گری در دلشو میکنه، فلان میکنه، فلانی وارد میشه السلام علیکم با یک لبخند و یک چهچه و کهکه. ببین چه جوی پیدا میشه، اصلا کل فضا نیرو میگیره. این کلیدایی بود که ما قبلا داشتیم. الان کلید پنجم عجیب کلید آسانی، خیلی کلید شیرینی باید باشه. خیلی این کلش مهر است، کلش عاطفه است. یعنی اینی که من و توی دیگه الان وجود نداره، ما با همین این ما شدیم. وقتی آدم بخواد ما بشه، اولین کاری که باید بکنه اینه که بیاد این قلب رو تنظیم کنه. چطوره؟ که یکی بعد از دیگری نتپه، با هم بزنیم. خب یه چیزی رو ما میخوایم به صورت یک زندگی، یه چیزی رو به حرکت در بیاریم، حالا یکی این وری حال بده یکی این وری که نمیشه، با هم باشیم. نیروها در یک راستا اعمال بشه. باید این قلبا رو به هم چسبون، هم دیگر رو در آغوش گرفت.
سینه ها به سینه ها باید چسبید. خیلی زیباست تصویر قرآن کریم از زن و شوهر. زن و شوهر رو قرآن کریم نمیدونم دوست معرفی نمیکنه، دو شریک معرفی نمیکنه، نمیدونم دو تا کلاه همدیگه معرفی نمیکنه، اینو رو لباس همدیگه معرفی میکنه. یعنی خیلی جالبه. اون مرد هست لباس خانمش، خانم هست لباس آقاش. یعنی خیلی به هم دوختن، تنیده شدن به هم. این باید این فضای پر از آغوش گرفتن باشه. نه کلید پنجم میگه در آغوش. کلید پنجم آغوش پر از مهر است، چون که این امواج عشق مثل امواج مغناطیسه، مثل مثبت و منفی است که به هم میپرند. دو تا مغناطیس رو کنار هم میذاری، خب این مثبت این منفی از دور هم چی میپرند، هم دیگه رو تو بغل میگیرن، تو آغوش میگیرن. این فضا باید فضای عشق باشه، فضای عاطفه باشه. ببینید این خیلی مهم هست. برای ساختن یک خانواده پر از عشق باید همیشه آغوش ها گرم باشه و آغوش ها پر باشه. و برای ساختن آینده بچه ها هم باید این باشه. ببینید الان ما خیلی وقت میشنویم آقا خانومی تو خانوادهشون مشکل دارن، ما تو خانوادهمون عشق نداریم. ازشون میپرسیم آقا شما برنامه سفره دل کلیدهای عشق رو تماشا کردی؟ نه آقا ما وقت نداریم برای برنامه تلویزیون. خب نداریم. آقا رفتید کورس هایی که آموزش میدن قضایای روابط به اصطلاح خانوادگی و اینا رو، دوره آموزشی دیدی؟ نه آقا ما با 5 تا بچه کجا وقت دوره آموزشی داریم. آقا کتابی در این زمینه مطالعه کردید؟ نه. آیا در این مسائل رو تو خانواده بین پدر و مادر ملاحظه کردید؟ نه. پس تو نه عشق دیدی، نه عشق خوندی، نه عشق مطالعه کردی، نه شنیدی. الان عشق در خانوادت نیست، در فضات نیست. این چیز طبیعی است. از کجا میاری چیزی رو که اصلا ندیدیش؟ فوقش چی؟ فوقش آقا من در تلویزیون در فیلم ها دیدم. بابا در فیلم ها عشق نیست، در فیلم ها دروغه، در فیلم ها اصلا روابط بسیار بسیار به هم دلبستگی هست که یک بیماری است. عشق چه وقته؟ شما وقتی عاشق کسی میشین یعنی اینی که شما همه خوبی ها رو برای اون دوست دارید. من اینایی که بسیار میگم من عاشق فلانی هستم قبل از اینکه ازدواج کنن، شو میگم الان تصور کن که فلانی از شما نشد کسی دیگه گرفتش، شما رو نگرفت کسی دیگه رو گرفت، چی میشه؟ داغون میشم، خدا نکنه پاش بشکنه. داغون میشم چه طرف میره اسید میپاشه روش. پس اینه که شما دوستش نداری. عشق اونه که من برای اون خوبی میخوام، در کنار من باشه خوبیشو میخوام، دور از من باشه هم خوبیشو میخوام. این کسی که عاشق هست و برای خودش میخواد، این عاشق نیست، این دلبسته است، این گول خورده، این مثل سرابی هست. یک آدم تشنه یعنی این اونو دوست نداره، خودشو دوست داره، چون این خواسته ای داره این بعدش اصلا نمیدونه برسه. عشق یعنی چی. این ببین یکی به اصطلاح حالتی هست بعضی از قرص رو یا بعضی از چیزایی که انسان ها میخورن معتاد میشن میرن فضا. این چی هست؟ این یه غده هایی هست در جسم فعال میشه، توهم ایجاد میشه. این همچنین این غده هاش فعال شده. این چی به اصطلاح غده های انسان فعال میشه، بر اوهام شما سردت میشه. شما رو ببرن توی یه جایی بگن که آقا الان داخل یک یخچال شما میکنین که سرماش اینقدر است و فلان است و به شما تلقین کنن، وارد اون فضا بشید شما شروع میکنید میلرزید، یخ میزنید. خب واسه چی؟ واسه اینکه یک توهمی رو ایجاد کردن، انسان جسمش با اون واکنش نشون میده. اینه که این فضا رو باید یا تجربهش کرد یا دیدش یا مطالعهش کرد و به اصطلاح بهش رسید. عشق اینه. اگر هر کسی رو دوست داشت بره بغلش کنه، اگر هر کسی ببینید بغل کردن دوست شما گفتید عاشقی که آغوش گرفتن یکی از کلیدهای عشق دیگه. حالا کسی مثلا ما الان در مورد کلیدهای عشق کجا حرف میزنیم؟ در فضای
خانواده. ببینید غیر از این فضا، اگر کسی فکر کرد که عاشق کسی هست و رفت بغلش گرفت، این اولین دروغه، اولین اعلامه که این عاشق نیست. چرا؟ چون عشق حد و مرزهایی داره. عشق یعنی چی؟ یعنی من اون مرزی که برای من گذاشته، من احترام اون طرف مقابل رو دارم، اون محدودیتی داره، اون شخصیتی داره. وقتی که من تجاوز میکنم، من فلانی رو دوست دارم، از بالای خونش، دیوار خونش میرم بالا، واقعا من دوستش دارم؟ پس من فلانی رو دوست ندارم، من اون طلایی که تو گاو صندوقه رو میخوام. من دنبال یک نیاز هستم. عشق نیاز نیست، چون که اگر نیاز باشه با برآورده شدن نیاز برطرف میشه. عشق یک تشنگی نیست که تا سیراب شد تشنگی برطرف میشه. عشق محبتی است بالاتر از محبت. ببینید حتی در فضای به اصطلاح ازدواج ما میگیم که ابتدا یک میلانی به وجود میاد، بعد یک محبتی به وجود میاد. حتی زیبا این است که محبت بین زن و مرد تقریبا 18 ماه بیشتر طول نمیکشه که مرد اون محبت به معنای حب در مرد پژمرده میشه، مبدل میشه به چی؟ به یک مرحله بعد از محبت، مرحله عشق، پخته میشه، یه چیز دیگه میشه، یه جنس دیگه میشه، جنسی از عشق. عشق چی هست؟ محبت هست و به اصطلاح مودت و رحمت هست. تعبیر قرآن کریم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی میفرمان تزوج الودود الولود، ودودی که ولود باشه، این نهایت عشق هست. یعنی خانومی که میاد میگه که به اصطلاح من 5 تا بچه دارم، شوهرم منو دوست نداره، این خودش مشکل داره. این خانوم مشکل داره. چطور به اصطلاح 5 تا بچه داری، شوهرت تو رو دوست نداره؟ شوهرت در تو ذوب شده، شوهرت عاشقته، از مرحله عشق تجاوز کرده. و الا این 5 تا بچه از به اصطلاح گوگل آپلود نشد، دانلود شده، اینا اونجا به اصطلاح دانلود نشده. خب یعنی اینی که حکایت اینه که نفهمیده که معنای عشق چی هست. جناب دکتر، چرا میبینیم که بعضی وقتها در فضای خانواده این آغوش گرمی که شما احساس میکنید که بعد یک آغوش گرمی باشه که به هر کلید عشق هست، این آغوش رو جای دیگه کسی داره دنبالش میگرده؟ یعنی حالا چه مردی مثلا میره بیرون، حالا این آغوش گرم ولی اینکه دوستانش باشن، مردهایی که همکارش هستن، یا میبینیم که خدای نکرده میره با جنس مخالفی از جای دیگه رابطه برقرار میکنه، یا احیانا متاسفانه حتی برای خانم ها هم این حکایت ایجاد میشه که بعد حجتش هم اینه، دلیلش هم اینه که من از شوهر خودم، از خانم خودم محبت نمیبینم، ما به زور ازدواج کردیم، ما رو به هم دادن، من آغوش میخوام، آغوش گرم میخوام، بالاخره محبت میبینم، عشق میبینم، فلانی به من احترام میگذاره، منو میفهمه، منو درک میکنه و این میره جای دیگه. این از به جای اینکه داخل خانواده باشه، داخل فضای بین زن و شوهر باشه، ظاهرا با هم هستن ولی به جای اینکه عاشق باشن ظاهرا فقط نیازمند هم دیگه هستن تا عاشق هم باشن، جای دیگه این احساس رو بروز میدن. مشکل کجاست؟ ببینید در تعبیری که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در شب معراج برامون نقل کردن، از اون آدم‌هایی که جلوی رویشون گوشت تازه و خوب هست میرن گوشت متعفن پوسیده رو میخورن. اینجا مشکل کجاست؟ مشکل اینه که این فرد بیمار هست. این فرد، ببینید اما از روز اول که داریم میگیم عشق دست خودته، اختیار خودته، میتونی بسازیش. آقا ما رو به زور ازدواج دادن، خب ازدواج کردیم، این میدان توست. اونجایی که فکر ما همدیگر رو دوست نداشتیم، شما قبلا همدیگر رو نمیشناختی که دوست داشته باشیم. الان فضای شناخت هست و فضای دوستی هست، دوستی رو ساختن هست. با من راه نمیفته، تو راه برو، اون راه میاد. خب من نمیخواستمش، خب چرا میخواستی؟ یک کسی دیگه به همین شکل، یکم با شکل و شمایل مختلفتری اینو میخواستی، اینو همونطوریش کن. خب اینه که عشق رو ما میسازیم، اختیار ماست، دست ماست. محبت رو ما میسازیم، اختیار ماست، دست ماست، کلیدش با ماست.
اما اینه که یک تصورات رو باید گذاشت کنار. یک در مبحث آغوش یه روزی خیلی اتفاق جالبی افتاد. حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه نشستن رضی الله تعالی عنها و عن سایر صحابه الرسول صلی الله علیه وسلم. عبدالرحمن برادرشون وارد میشه. خانم عبدالرحمن هم اونجاست. مادر مؤمنان به عبدالرحمن میگه عبدالرحمن چرا خانم تو به آغوش نگرفتی نبوسیدی؟ ببینید جواب هم خیلی جالب است. عبدالرحمن نمیگه که بعده دیگه شما در حضور شما اینجا بچه هم هستن خجالت کشیدم دیگه روم نمیشه. میگه که چطور ببوسمش و من روزم. یعنی اینی که این کار احساس میکنه که در روزش خلل ایجاد یعنی مشکل در این نیست. مشکلی که شما بودی یا حضور شما مشکل نیست. بابا خانمشه، اینم خواهرشه، محرم، این هم خواهرشه، اون دخترشه، اون پسرشه، پسر و دختر میبینن که بسیار این همه لطافت و مهر هست در بین مادر شوهر. عیب که نیست. یعنی شما پیشنهاد میکنید که زن و شوهر جلوی فرزندانشون هم این کار بکنن؟ زن و شوهر باید فرزندانشون رو بغل بگیرن، همدیگه رو بغل بگیرن، بچه‌ها رو ببوسن، خودشون رو ببوسن. خب ببینید، خب شاید اینو کسی فرض بکنه که این بده، عیب زشت. عیبش کجاست؟ یک به اصطلاح ببینید یه بوسه هایی هست که بوسه به اصطلاح اتیکتی هست. خب این دیگه به هر حال در جو خانواده باید باشیم. این محدود رعایت میشه. یه محدودیتی هست. باز بوسه داریم. خب یه بوسه رو سر هست برای به اصطلاح احترام هست، یا برای اظهار معذرت خواهی هست، یه بوسه رو دست هست. یعنی فرزندان باید همیشه دست پدر و مادرشون رو ببوسن. خب که این به اصطلاح شناخت هست، احترام هست، بزرگتر کوچکتری گفتن. یه بوسه روی گونه ها هست که رو بوسی هست، دوستا هستن، عزیزا هستن. یه بوسای دیگه هم هست. به هر حال این بوسه ای که به اصطلاح فضا اون رو اجازه میده، این باید باشه تا این فضای پر از لطافت و گرمی باشه. ببین مادر مؤمنون وقتی هم عبدالرحمن گفتم چطور ببوسمش من روزم، فرمودن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میبوسیدن روزه هم بودن، اشکالی هم ایجاد نداره. خیلی ممنون جناب دکتر. اجازه بدید میام برنامه به همراه شما بینندگان عزیز ببینیم. برمیگردیم همچنان با شما هستیم با کلیدهای عشق. همراه ما باشید. جزاکم الله خیر. بارک الله. تشویق به ازدواج. عن علقمة رحمه الله قال: كنت مع عبد الله رضي الله عنه فلقيه عثمان رضي الله عنه بمنى فقال: يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة. فخليا فقال عثمان رضي الله عنه: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال: يا علقمة. فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. در صحیح بخاری حدیث شماره 7326 و صحیح مسلم حدیث شماره 1399 علقمه رحمه الله فرمود: با عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه بودم.
عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه در منا با او روبرو شد و به او فرمود: ای ابو عبدالرحمن، با شما کاری دارم. با هم خلوت کردند. عثمان فرمود: ای ابو عبدالرحمن، میل داری که دوشیزه ای را به ازدواج شما درآوریم تا زمان گذشته و جوانی را به یاد شما بیاورد؟ وقتی که عبدالله رضی الله تعالی عنه دید که نیاز به ازدواج ندارد، به من اشاره کرد و فرمود: ای علقمه، بیا. من هم به نزد او رفتم. دیدم که در جواب عثمان رضی الله تعالی عنه می فرمود: اگر شما این را می گویید، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم به ما می فرمودند: ای جماعت جوانان، هر یک از شما که قدرت و هزینه ازدواج را دارد باید ازدواج کند و کسی که استطاعت آن را ندارد بر وی لازم است روزه بگیرد، چون روزه باعث جلوگیری از شهوت می شود. رضایت دوشیزه و بیوه در نکاح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. در صحیح بخاری حدیث شماره 5136 و صحیح مسلم حدیث شماره 1419 ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: زن بیوه بدون مشورت با او و دختر باکره بدون اجازهش به نکاح داده نمی شوند. گفتند: ای رسول الله، اجازه دختر باکره چگونه است؟ فرمودند: این که سکوت نماید. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران و عزیزان، همچنان با پخش زنده برنامه سفره دل. البته برای عزیزانی که تکرار خواهند دید دیگه تکرار هست. الان پخش زنده برنامه روزهای پنجشنبه، شب جمعه ساعت 7:30 به وقت مکه مکرمه، 8 تهران و کابل و 9 به وقت دوشنبه و اسلام‌آباد پخش میشه و در غیر این ساعت اگر عزیزی بیننده برنامه است تکرار برنامه رو داره میبینه. عزیزانی که در فیسبوک هم ما همزمان با پخش برنامه در تلویزیون، همزمان در فیسبوک هم پخش زنده برنامه در حال پخش است. عزیزانی که بیننده برنامه ما هستند در جریان خواهند بود که میتونید از طریق فیسبوک هم شاهد برنامه باشید، علاوه بر این که از طریق سایت ما و از راههای نرم افزارهایی که در گوشی‌های مختلف ما داریم، در گوشی‌های همراه در آیفون و اندروید، و همچنین عزیزانی که در فیسبوک هستید و عزیزانی که بیننده ما هستند، به صورت عموم هر عزیزی اگر سوالی، نظری، پیشنهاد و یا انتقادی داره میتونه با ما در میان بگذاره. در برنامه حتما در بخش پایینی برنامه مطرح خواهد شد. عزیزانی که در فیسبوک هستند از طریق فیسبوک و یا از طریق شماره واتساپ ما میتونید با ما پیام بفرستید و عزیزان مستقیم بعضیا رو احمد جان میگه شروع میکنن احوال پرسی میکنن تا به جواب برسیم کلی وقت میگیره.
سوال، نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر دارید به صورت مستقیم مطرح بکنید و انشاءالله در بخش پایانی برنامه حتما مطرح خواهد شد. همچنان با کلیدهای عشق در خدمت شما عزیزان هستیم برای اون عزیزانی که ازدواج کردند. عزیزانی که ازدواج نکردند تشویقی خواهد بود حتما تا ازدواج بکنن زودتر و به هر حال ضرر نمی‌کنن. حداقلش اینه که تشویق میشن به ازدواج و احادیثی هم که در میان برنامه پخش شد تشویق داشت برای ازدواج رسول الله صلی الله علیه و سلم در پیام گوهربارشون. و جناب دکتر اشاره کردن به دو کلید و دو کلید بسیار مهم در آغوش گرفتن و بوسیدن بود جناب دکتر. نه بله، چرا همچین خجالت میگید؟ نه من میخواستم دوباره شما تاکید بکنید از زبان شما بشنوم. جناب دکتر این موضوع رو هم اشاره کردن و به هر حال عزیزانی که ازدواج کردن کمی ذوق به خرج خواهند داد حتما. یقینا من بیننده هایی که ما داریم حتما ماشاءالله همه اهل ذوق هستن. تکرار مکررات هست. من یقین میدونم که جناب دکتر خیلی از این چیزهایی که ما مطرح قصدتون این است که حتی در بوسیدن ذوق به خرج میدن. حتی تمام این کلیدهایی که ما داریم میگیم برای خیلی از عزیزان من میدونم که اینها همش یعنی چیز جدیدی نخواهد بود. همشون خودشون ماشاءالله دیگه این چیزا رو میدونن و نیاز به یادآوری نیست. و جناب دکتر هم باز تاکید کردن که حتی در موضوع بوسیدن هم ذوق به خرج بدن و دیگه همینقدر کافی است دیگه برای عزیزانی که خودشون اهل ذوق هستن. دیگه نیاز به شهر بیشتر نخواهد بود. عزیزانم که ازدواج نکردن ازدواج کنید زودتر ان شاء الله. و به هر حال در این دنیا در این کلیدها به هر حال عبادت هست، ثواب هست، اجر و پاداش هست و شریعت از بیان این مسائل شرمی نداره که ما اگر بخوایم مطرح بکنیم. همونجوری که جناب دکتر اشاره فرمودن که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها مادر مؤمنان فرمود که حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که برای نماز خارج می شدن حتی در زمانی که روزه هم بودن من رو می بوسیدن و خارج می شدن و در روایتی همسران خود رو می بوسیدن و می رفتن و به هر حال این رفتار و برخورد هیچ منافاتی با برخی از اون تصورهایی که ما مردها بعضیامون داریم که این به شخصیت مردانگی ما برمیخوره و با طبیعت ما نمیخوره و ما رو نمیدونم طبیعت ما رو زنانه میکنه. نه، اینها رسول الله صلی الله علیه و سلم از همه ما مردتر و شجاعتر و جوان مردتر و دیگه در صفات نیاز نیست که من بخوام رسول الله صلی الله علیه و سلم رو توصیف بکنم. همین که الله متعالیشون رو توصیف کرده کافی است. جناب دکتر آغوش و بعدش هم بوسه و دیگه چی میخواد بگید دیگه؟ بعدش یک که تازه ما الان فکر کنم شما گفتید 15 تا کلید داریم، الان ما کلید ششمی بودیم. شما 9 تا دیگه الان 6 تا 9 تا دیگه دارید. این کلید رو بگیر آقای سلیمانی عزیز. این کلید البته من قبل از این کلید به عزیزایی که شافعی مذهبن بگم که خواهشاً این دفعه رو توی این کلید شافعی نباشید. تعصب فقهی به خرج ندید اینجا. حتی تو کلید بوسیدن و آغوش گرفتن هم خواهشاً شافعی نشید. یه موردی هست در عبادت ها. اولش سلام علیکم آقای. علیکم السلام جناب دکتر. چرا همچین دوری هستن ما رو احمد چیکارش کنیم دیگه؟ ما رو خداوند متعال امر کرده بود و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها. این تحیه سلام هستن ها. بله. اما ببین رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این مصافحه رو مطرح کردن. دست دادن. در دست دادن چی اتفاقی میفته؟ گناهان بندگان بخشیده میشه و میفته تتناثر کما تتناثر اوراق الشجر. گناهان ریخته میشه. چه اتفاقی شد؟ یه لمسی بود. این لمس چه کار میکنه؟ این لمس مثل دقیقاً کاری رو میکنه که سیم برق میکنه. یه بخاری داری؟ سیمش رو تا میزنی تو بخاری بذار تو پریز فوراً داغ میشه. این محبت، گرمی محبت رو این به وجود میاره. وقتی شما به کسی سلام میکنید، لمسش میکنید، لمس جسمی خب محبت ایجاد میکنه، قلب‌ها رو به هم وصل میکنه. قبل از این قلب‌ها با وایفا کار میکرد، الان دیگه سیمش وصل شد. قدرتش دیگه فایبره دیگه. فیبر نوری هست. دقیقاً
اینه که به اصطلاح این چون که رابطه محبت رو که یکی از علامت‌های ایمان هست و راه دخول بهشتی هست، این یعنی گناه ها ریخته میشه. تو نماز که وای میسیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما چی میگن؟ حدو بین المنکب و الاقدام، پاهاتون رو به هم بچسبونید، کتفاتون هم به هم بچسبونید. یعنی چی؟ یعنی شما بشید یه صف، هیچ فاصله نباید باشه، هیچ فاصله نباشه، قلب‌ها جسم‌ها به هم صاف، وصل کأنهم میشه. بنیان مرصوص. چرا؟ چون که دیگه انسانیت به هم گره میخوره. این در کجاست؟ در فضای محبت با کسایی که نمیشناسمشون. توی جامعه هستی میشناسم، صف نماز نمیشناسم، دیگه، صف بالاخره نماز کسی کسی هست، مسلمونی جای رد شد، تو سفری کسی رو دیدیم، پیری سلام کردیم، دست دادیم. حالا با لباس خودت چی؟ تعبیر قرآن کریم خیلی عمیقه. وقتی که میگه که مرد و زن با هن لباس لکم و انتم لباس لهن، لباس اولین کاری که با بدن انسان میکنه چیه؟ هی میمونه خودش رو، هی میمونه لمس کردنه. اینی که به اصطلاح لمس، به اصطلاح زوجین به خصوص همدیگر رو به اصطلاح لمس میکنن، گونه های همدیگر رو، آبروهای همدیگر رو، چشای همدیگر رو، دهن همدیگر رو، بینی همدیگر رو، همه جای همدیگر رو. این لمس کردن چه نیرویی، چه عشقی رو به وجود میاره. این یکی از کلیدهایی هست که ما عشق رو میسازیم. اگر همسری اومد و نچسب بود چی؟ باید بچسبونیمش. یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح نچسب بود یعنی اینی که این لمس من لمس عاشقانه نیست. بعضی لمس ها خب سیلی هم لمسه دیگه. جناب دکتر ببخشید بذارید خیلی راحت تر صحبت بکنم. مراد از این لمس رابطه زناشویی است فقط یا نه؟ موضوع چون شاید کسی برداشت بکنه که خب وقتی که صحبت از لمس میشه یعنی خب بالاخره یک فضایی است، فضای زناشویی که یک رابطه خاصی داره و یکی از اهداف ازدواج هست برای تولید مثل و در بستر خاص خودش هست، یا نه؟ خب اون که طبیعتا در اون بحثی نیست، یا کلا غیر از اون هم هست. شاید بعضی فکر بکنن مراد از لمس فقط یک برهه زمانی خاص هست، یک مکان خاص، زمان خاص، یک وقت خاصی، یعنی فقط برای اطفای غریزه شهوانی است و خلاص دیگه همین تموم میشه. آیا این لمسی که صحبت میکنید این طبیعت شهوانی داره فقط یا نه؟ یا آمیخته از احساس به هر حال شاید شهوت هم درش باشه، طبیعتا در بین زن و شوهر این چیزها حل شده است، یا نه ترکیبی از هر دوست؟ این لمسی که ما ازش حرف میزنیم این قبل از اون حکایت هاست. این لمس هر وقت و هر لحظه است. این لمس به اصطلاح ابراز عشق هست. این عشق به اون نیاز ربطی نداره، چون که اون نیاز در خیلی ها از بین میره و اون نیاز هم برهه زمانی خاص خودش رو داره. یک حالت گشنگی قبل از افطار، یک به اصطلاح گرسنگی است، برطرف شد، اون نیاز برطرف شد. با یک بیماری اون نیاز اصلا گم میشه. با بلوغ یک مرحله از عمر اون نیاز از بین میره اصلا. خب اما قضیه لمس نه. این بیان اینه که ببین ما مال همدیگه ایم. یه چیزی که مال خودت باشه تو دست خودت میگیری، تو جیب خودت میذاری. خب این چقدر به اصطلاح شما مثلا یک چیز با ارزشی داشته باشی همیشه روش دست میکشی. این رابطه رو بیانگر یه رابطه است. حتی حیوانات این رو درک میکنن. حتی یک حیوانی وقتی انسان لمس میکنه، یک گربه‌ای رو، یک اسبی رو، یک حتی برده بزغالی، گوسفندی رو، حتی یک احساس آرامش میکنه. حتی یک حیوان درازگوشتی رو انسان میخواد مثلا لمس میکنه، احساس میکنه که اون یه مقداری در رفتارش نسبت به انسان. شما برو یک اسب رو لمس کن، چیکار میکنه؟ چیز رو میچرخونه که منم دوست دارم. پوستش رو به اصطلاح به حرکت در میاره. یا یک مثلا گربه‌ای رو بهش غذایی بدی میاد دور پدر میچرخونه، خودش رو بهت میچسبونه و اینور لمس میکنه فلان. این وقتی که بین انسان با یک حیوانی باشه اینقدر ابراز عاطفه توش هست. حالا انسان با لباس خودش،
انسان با نیمه ایمان و نیمه سیب خودش چقدر این ابراز محبت و عشق رو نشون میده که انسان بیاد به اصطلاح هر لمحه، هر جا، هر وقت در کنار هم نشستن، هم دیگر رو لمس کردن، یعنی ما مال همیم. و یک نوع به اصطلاح احساس امنیت به آدم میده و در زندگی زناشویی احساس امنیت خیلی مهمه که احساس کنیم که ما هرگز جدا به شو هم نیستیم. اینی که شما ببینید بچه گریه میکنه، خب شما نمیشناسید، تو خیابونه میرید چیکار میکنید؟ رو سرش دست میکشید، روی به اصطلاح رو گونه‌هاش دست میکشید، یهو میبینید که بچه احساس میکنه که من گم نیستم، کسی داره هوای منو داره. چقدر تاثیر میذاره. حالا در این فضا چی؟ فضایی که یک فضایی که باید ما عشق رو نشون بدیم. خیلی زیباست. با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برمیگردیم، میاییم از کجا؟ از شب دیر وقتی که از مدینه رفتیم بیرون، داریم برمیگردیم مدینه. جابر جون از کنار پیامبر رو میره، جابر بن عبدالله. پیامبر بهشون میفرمایند که خب الان میریم پیش خانمت ها. بله یا رسول الله. دیگه جوون و اینا میگه که بسیار میگن که وقت قبل از این که بریم، بسیار قبل از اینه که با همسرت هم بستر بشیم، بهشون میگن که بسیار این تعبیر بسیار زیبایی هست که میفرمایند که اون عواطف و ابراز عواطف قبل از اشباع یا قبل از قضیه به اصطلاح دفع نیاز. خب این لمس و مداعبتی که هست، اینها همش حکایت های قبل از اون به اصطلاح، قبل از اینکه جسمش رو تسخیر بکنی روحش رو به دست میاری و اون ابراز اطمینان و اون آرامش رو ایجاد میکنه. یعنی اینی که ما به رابطمون این نباشه که یک نیازی هست، نیاز برطرف شد دیگه هیچ. فقط یه رابطه جسمی خاص نباشه، رابطه شهوانی خاص. یک قسمتش جسمی هست، یک قسمتش عاطفی هست. این رابطه یا عاطفی یه رابطه که هیچ وقت سیر نمیشه انسان و نباید این فضا رو احساس بدیم به طرف مقابل که این نیاز من فقط یک به اصطلاح نیاز جسمی هست و بس. از لمس گفتید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود در همین مصافحه و دست دادن گناهان میریزه و باز اشاره کردید که یکی از تاثیراتش این هست که به انسان آرامش میده. آیا هر مصافحه‌ای در هر فضایی که به انسان آرامش داد هم گناهان ما رو میریزونه و اون آرامشی که دنبالش هستیم برای ما ایجاد میکنه، یا فقط این خاص رابطه زناشویی است؟ قضیه به اصطلاح اینو ما به عنوان یه مثال دادیم که ببینید یک لمس، قدرت یک لمس در فضای بیگانگان، این قدرت خارق العاده است. بله. که گناهان رو ذوب میکنه، محبت و عشق ایجاد میکنه، دوستی ایجاد میکنه بین دوستا، بین بیگانگان. احساس امنیت احساس میکنه وقتی شما میرید توی جایی که کسی رو نمیشناسید، یکی از اون ور میاد سلام میکنه به شما، دست میده، چقدر احساس میکنید که خودمونی شدی دیگه. اون ترس، اون واهمه از بین میره. اگر در همچنین فضایی این قدرت رو داره، این مغناطیس رو داره، در فضایی که خودش اصلا فضای پر از عاطفه است. منظورم از این فضای دیگری بود جناب دکتر، اون که به اسم عشق و عاشقی مطرح میکنن قبل از ازدواج. دختر پسری رو میخواد، قصد ازدواج هم باش داره، نیت ازدواج هم باش داره و میخواد ازدواج کنه، اما نه عقد کرده، نه خواستگاری کرده، هم کلاسن تو دانشگاه، بچه محلن، دخترم و پسرم وان، نمیدونم دختر همسایه پسر همسایه است. یک رابطه های بالاخره اینها رو کنار هم یک فضای ایجاد کردن خودشون که میتونن به هم دست پیدا بکنن و با هم مینشینن و ابراز آرامش میکنن. حالا ولی اینکه در همین حد باشه، من کاری ندارم، نمیخوام که بگیم که رابطه کلا تمام محدوده ها و حرمت ها رو شکستن، نه. اگر فقط به همین حد منحصر بشه که طرف میگه احساس میکنم ما با هم آرامش پیدا میکنیم، یک سرش رو شونه اون بگذاره، اون سرش رو شونه این بگذاره، چیزایی که خیلی متاسفانه تو فیلم ها هم زیاد روش ویراژ داده میشه. آیا این هم میتونه این تاثیر رو داشته باشه؟ استاد سلیمانی عزیز، شما وقتی میرید یه لامپ میخرید روش نوشته 220 ولت یا نوشته 110، خب
الان اگر شما بیایید این رو در یک به اصطلاح 110 هست بذاریدش توی پریز 220 چه اتفاقی میفته؟ قبل از اینکه روشن بشه میترک. خب وقتی که شما یک نمیدونم موبایلی دارید همراهش یک شارژری دارید، این شارژر خاص این موبایل هست و روش هم نوشته که آقا این چند ولته. وقتی که بیایید این رو مستقیم بزنید به پریز برق ذوب میشه دیگه. آخرین خاطره گوشی ماست. پس هر چیزی یه راه و رسمی داره. وقتی میخوایم به اصطلاح گفتیم که این به اصطلاح بخاری برقی رو وقتی تو برق میزنیم میاد گرما و محبت عشق به وجود میاد. اما همین بخاری برقی رو در ولتاژی که مال اون نیست بزنیم میسوزه. این فضای به اصطلاح فضای حرمت، فضایی که در اونجا یک حد مرزایی شکسته میشه. یک کسی هست که اونجا کلنگ دستشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هیچ زن و مردی با هم خلوت نمیکنن مگر اینی که یک کسی سومی اونجا وجود داره که اون هم کی است؟ شیطان. خب در فضایی که شیطان باشه اونجا دیگه ما نباید دنبال آرامش بگردیم، دنبال سلام بگردیم، دنبال محبت و عشق بگردیم. چرا این محبت و عشق و رحمت و سعادت و خوشبختی اینا نعمت‌های الهی است. در استبل نمیشه دنبال گل گشت. امکان داره یه قارچی اونجا سبز بشه اما قارچ سمیه. خب اینه که ما باید این حد و مرزا رو هر جا رعایت کنیم. شکستن اینها یعنی شکستن حرمات الله. گرچه ظاهرش شاید به دید ما اینطوری باشه که من یک آرامش نیمچنیمه‌ای دارم، اما در حقیقت این منو استراب و نگرانی و پریشانی من رو بیشتر میکنه. دقیقاً ما میتونیم خودمون رو گول بزنیم، در ظاهر به اصطلاح به خودمون یه چیز اشتباهی رو تلقین کنیم، اما حتی در داخل اون افرادی که همچین کاری میکنن چرا دلهره دارن، چرا ترس دارن، چرا نمیخوان کسی اونا رو ببینه، میرن در به اصطلاح در دزدکی جایی بدور از چشمای مردم یکی کارایی میکنن، چون خودشون میدونن که یک حد مرزایی رو اینا رو شکستن. یه مشکلی تو کار هست، یک به اصطلاح ریگی تو کفششون هست. واسه همینه که آرامش ندارن، واسه همینه که راحتی رو نمیبینن. سعادت هم به اصطلاح در از دیوار به همسایه بالا رفتن نیست. لبخند، زبان شیرین، قبلش اول عبادت بود. لبخند، زبان شیرین، سلام، آغوش پرمهر، بوسه شیرین با تعبیر خودتون و لمس عاشقانه. تا حالا 7 کلید گفتید جناب دکتر برای ایجاد یک فضای عاشقانه در بین زن و شوهر. هر کدوم از اینا فکر کنم به تنهایی خودش یک نوشداروست برای حل این مشکل. 8 تا دیگه ظاهرا باقی مونده از اون 15 تا کلیدی که جلوتون گذاشتید. فکر کنم یکیشو بتونیم جواب فرصت بهش بپردازیم. کلید 8م که باز تماسای بینندگان پیام هایی رو که فرستادن هم بهش بپردازیم. بعد از اینها تا الان هم که دیگه اگر آیا فکر میکنم همین 7م کافی باشه خودش برای ایجاد یک فضای عاشقانه. غیر از این یک کلیدی هست که این کلید خداوند این رو با عنوان یک نعمت بزرگ ما داده. احیانا ما اشتباه ازش استفاده میکنیم. من وقتی حرف میزنم شما میتونید نشنوید، مگر اینکه من انگشتم رو بذارم داخل گوشم، یکی هم بذارم داخل این گوشم، بازم صدای چیزایی میاد. شنیدن اجباری است اما حرف زدن اختیاری است. من میتونم حرف بزنم، میتونم نزنم. باز خداوند برای شنیدن 2 تا گوش داده، برای حرف زدن یه دهن. اما متاسفانه ما 2 برابر یا 5 برابر شنیدن حرف میزنیم. این خیلی زیباست که ما فضا بدیم به سلام به همدیگه که حرفای طرف مقابل رو بشنویم. به خصوص در اینجا این کلید بیشتر پررنگ برای خانم ها که به حرفای خانم ها رو بشنویم. حرف شنیدن یعنی چی؟ یعنی اینی که من برای شما ارزش قائلم، شما پیش من محترمی، وقت گذاشتم برات، وقت گذاشتم، اهتمام گذاشتم. خاصتا خانم ها دنبال
به اصطلاح خانم میخواد که درد دل کنه، میخواد که برای کسی که دوستش داره و میدونه که به اصطلاح اون چتر پناهش هست، عزیزش هست، لباس تنش هست، خب یه چیزایی رو بگه، جواب نمیخواد، اون میخواد که شما بشنوید. رادیوه مشکل نداره رادیو باشه، شما رو خداوند چرا 2 تا گوش داده؟ زیباست. یه آیه‌ای در قرآن کریم هست که این آیه فقط اگر در قرآن غیر از این آیه نمی بود باید خانم رو سرمون می‌ذاشتیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. خداوند وقتی که حرف زنی رو میشنوه ما کیم که نشنویم؟ الله تعالی قول کسی رو که اومده بود پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم گلایه میکرد از همسرش شنید. وقتی که زن میاد گلایه میکنه از وضع زندگی، بچه ها اذیت کردن، فلان اینطوره، من از صبح خسته شدم، فلان شدم، اون نمیخواد بگه که شما مثلا من زحمت میکشم، نمیخواد رو شما منت بذاره. آقایون همینه که گفتم دفعه پیش که مقداری دوزاریشون خیلی کجه و دیر جا میفته، از وقت اصلا نمیفته، گیر میکنه. اینه بابا این بنده خدا نیومده که به اصطلاح به شما بگه که مثلا من خیلی زحمت میکشم، من نمیدونم فلان، میخواد که به تخلیه عاطفی و روحی بشه. اینجاست که وقتی خدا حرفش رو میشنوه دیگه ما چرا نشنویم؟ اما بشنویم یعنی چی؟ یعنی نه اینی که به اصطلاح کجا رفتیم؟ بله این نشو شنیدن. یا نمیدونم طرف داره غذا میخوره. خب انسان با گوشش میشنوه جناب دکتر. خب چشم حتما باید چشمم کار بکنه. خیلی زیباست. تصویر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی صحابه تصویر میکنه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چطور با مردم سلام علیک میگن. فرمودن دست وقتی با کسی مصافحه میکرد دست میداد تو صورتش نگاه میکرد، تو چشاش. باید اینقدر به هم نزدیک باشیم. آخه این چشا خداوند متعال این چشای ما رو مثل چشای جغد درست نکرده، چیز خاص هست. چه ویژگی داره جغد؟ ویژگی رو ما داریم که چشامون آینه است. من از اینجا خودم رو تو چشای شما نمیبینم، اما اگر بیام نزدیک میبینم خودم رو تو چشای شما میبینم. باید اینطور باشیم که همدیگه رو تو چشای همدیگه ببینیم. بلکه خانم ها و آقایون باید اینقدر به هم نزدیک باشن تا خودشون رو تو چشای خودشون ببینن. خودشون رو تو چشای خودشون ببینن؟ یعنی چی؟ یعنی اینی که نگاه میکنه تو چشای خانمش، خودش رو اونجا میبینه، تو چشای خودش اونجا باز خودش رو میبینه. دیگه خیلی عاشقه. باید اینطوری باشه نه؟ داغونه اصلا. این قضیه به اصطلاح گوش دادن یعنی ما در کنار همیم. این موضوع گوش دادن الان برای من حل نشدن. خیلی وقتها خب ماشاءالله خانم ها با عرض احترام به همه خواهران بزرگوارم که تاج سر ما هستن، بعضی وقتا خب ماشاءالله حرف زیاد میشه جناب دکتر. بعد بنده خود از سر کار اومده خسته است، یا خب شوهر مرد خونه اومده و حالا یا خسته است یا به هر حال وقتش کمه تو خونه، یا به هر حال گوشی هم که حالا 100 نفر براش پیام دادن از این طرف و از اون طرف و اینها رو میخواد یه چکی بکنه، یا کارهای خودش رو مرتب میکنه، سر سفره غذا نشسته داره غذا میخوره و حالا همزمان گوش میکنه دیگه. خب به هر حال صدا رو با گوش آدم میشنوه دیگه، با چشم که نمیشنوه. حالا اگه چشش تو گوشی بود مثلا یا این طرف اون طرف بود، آیا خواهر حق داره اعتراض بکنه که ببینیم. تو من احترام نمیدی، اهتمام نمیدی، من برای من ارزش قائل نیستی و اینطور حرف؟ همونطور که خداوند 2 تا گوش داده یه زبان شیرین هم داده. من مشغولم، الان وقت کارمه، نمیدونم پیامی اومده مهم است. این زبان شیرین میتونه بگه که الهی قربونت برم، خیلی حرفات مهم هست
اما من این بنده خدا رو جوابشو میدم انشاءالله 2 ساعت بعد دربست در اختیارتم. میشه یا نمیشه؟ وقت میگیره. حتی در اثنای به اصطلاح غذا خوردن یکی از به اصطلاح نعمت‌های خدا اینه که به ما دهن داده برای غذا خوردن. گوش با گوشی که غذا نمیخوریم، نه با چش غذا نمیخوریم، اما چی میتونیم غذا بخوریم و نگاه کنیم و احساس بدیم که ما گوش میکنیم. اما میتونیم غذا هم نخوریم، یه نمیدونم طرف یه کشمش خورده، کشمشه رفته بالا گیر کرده، خب با خانومش هم نگاهش اینجوری که حواسش نیست، بعد میگه ببخشید چی گفتی؟ یعنی چی؟ یعنی اینی که ما اصلا بها ندادیم به طرف. خب چه اتفاقی میفته؟ دیگه باید منتظر به اصطلاح عصبانیتی هم باشیم، منتظر به هر حال ما بودیم که کارو خراب کردیم. میتونستیم به اصطلاح با همون زبان شیرین به اصطلاح اون دهن شیرین‌تر رو یه مدت مرخصش کنیم، خب و وقتی دیگه بهش بدیم. این گوش ملی که باید خوب بشنوه فقط مال آقایون باید باشه یا نه؟ خب خواهرها هم خانم‌ها هم بالاخره گوشی باید داشته باشن برای شوهرشون. جارو برقی دستشو جارو میکنه و از این اتاق به اون اتاق و بعدش هم آشپزی شروع میشه و بعدش هم ظرف میشه و بعدش هم لباس میشه و بعدش هم بچه رو ترخوش میکنه، بعدش هم شروع میکنه به غذا پختن. دیگه فرصتی نمیکنه که حرف شوهرش گوش کنه. شوهر حق نداره حرف بزنه خانمش گوش کنه، یا فقط آقا بعد خانم حرف بزنه و شوهرم بشه پایین کلهش و چشش هم اینجوری نگاه خیره بشه تو صورتش گوش کنه. ما مثال خانم‌ها رو زدیم چون خانم‌ها عشق حرف زدنشون بیشتره. خب اما آقایون هم حرف را گفتن دارن. خب مهم این نیست که طرف کار میکنه. خیلی وقتا چون این گرایه از طرف آقایون هم مطرح میشه، خانم هم نمیرسه. یعنی مثلا مخصوصا خانمایی که شاغلن، بیرون از فضای خونه کار میکنه تا میاد خونه، خب مرد هم دوست داره، یعنی دوست داره فرصتی صحبتی داشته باشه، دوست داره که بشینه در دل بکنه با خانومش، بالاخره هم لباس تنش از اون کسی نزدیکتر نیست. این احیانا این فضا اینجا هم احساس میشه که خلایی وجود داره. دقیقاً. اما ببینید گوش دادن معناش این نیست که ما کنار همدیگه ابوالحالگونه بشینیم بله بفرما. میتونیم کارمون هم بکنیم، اما یه چیزی هم هست. ببینید یعنی خداوند دهن برای گفتن داده، بینی هم داره حرف میزنه، کار خودشو میگه. بله بله. بعد چی؟ کله کلا حرف میزنه. کل خانواده کله دارن با هم حرف میزنن. به هر حال نشون بده که من متوجهم. به خصوص به اصطلاح خانم‌ها خیلی حساسند روی این. آقایون فقط بله میگه چی گفتم؟ حالا بیا جواب بده. نه نذار بگه چی گفتم. چون حتی اگر مشغول بودی، حتی حواست نبود، یه جایی گیرش بدیم. مثلا داره حرف میزنه فلان، خب میگی زینب، همون پسر خاله رو میگی که به اصطلاح اون در مورد یه زینب دیگه میگه. اما وقتی شما پرسیدید زینب دختر خاله، دیگه احساس میکنه که شما اصلا شیشتونگ حواست هست. هر چند وقتی تو حرفاش یه سوال بکن، یه پارازیت چیز بنداز که نشون بدی که من همراهتم. بعد خدا اینقدر بیشتر نمیخواد. خب این دیگه کلکای خوبیه. به هر حال کلک نیست، ترفندای به اصطلاح کسب آقایون هم این به اصطلاح سوالا براشون مطرح نیست. همین که به اصطلاح جدی واقعا اما تو میتونی، من اعتماد دارم. مردی چی حرفا چیه؟ یک پارازیتی خانم میندازه، حالا لباس بچه روشو عوض میکنه، نمیدونم گلدوزیشو هم داره میکنه، فلان هم میکنه، فقط به این یه لحظه نگاه این طرف میکنه و یه تیکه میندازه و تمام. که فقط نشون بده که من با همراهم دارم حرفات یعنی قدر شناسی داریم، ما هم دیگر رو میشناسیم، ما با همیم، ما گوشامون قربون همدیگه میره، مثل همون که زبان شیرینمون قربون همدیگه است. خاطرتو میخوام. دقیقاً. اجازه بده جناب دکتر، گرچه کلیدهای شما هنوز ادامه دارد و موضوع بحث کلیدهای عشق هم موضوع جالبی است و شیرین است، به شیرینی
آنچه که جناب دکتر گفتن که الان تا 8 مورد رو 8 کلید رو گفتی جناب دکتر. دقیقاً بله. 7 تا کلید دیگه مونده. کلیدهای جناب دکتر عبارت بود از عبادت، از لبخند، زبان خوش، یادم رفت سلام، آغوش پر مهر و بوسه شیرین و لمس عاشقانه و گوش دادن. 8 تا کلیدی که جناب دکتر برای ایجاد رابطه عاشقانه بین زن و شوهر در کانون پر مهر خانواده که هر کدوم از این حرکات عبادت برای تقرب به الله متعال حساب خواهد شد در فضای خانواده اشاره فرمودن و انشاءالله در برنامه بعدی ادامه خواهیم داد موضوع رو و وقت باقی مانده را اختصاص میدیم به سوالهای شما بینندگان عزیز و ارجمند. جناب دکتر میان برنامه بگیریم. احمد میگه میان برنامه بگیریم. با اجازه شما و شما بینندگان عزیز میان برنامه میگیریم. اختیار برنامه دست احمد جان هست. برمیگردیم سوالهای شما عزیزان رو مطرح خواهیم کرد. ازدواج موفق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. در صحیح بخاری حدیث شماره 5090 و صحیح مسلم حدیث شماره 1466 ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: زن به خاطر 4 چیز نکاح می شود. یکی به خاطر مال و ثروتش، دیگری به خاطر نسب و نجابتش و آن یکی به خاطر زیبایی و جمالش و یا به خاطر دین و ایمانش. پس زن دیندار را انتخاب کن تا سعادت واقعی نصیبت گردد. آداب همسرداری. عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 7 وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 3 ثم قسم. در صحیح بخاری حدیث شماره 5214 انس رضی الله تعالی عنه روایت می کند: از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که وقتی انسان دوشیزه‌ای را بر زن بیوه قبلی خود بگیرد 1 هفته پیش او بماند. بعد از پایان 1 هفته باید وقت خود را بین زن جدید و قدیمش تقسیم کند. ولی اگر زن بیوه‌ای را بر زن دوشیزه قبلی خود بگیرد 3 شب پیش این عروس بیوه باقی بماند و بعداً وقت خود را بین آنان تقسیم کند. عن عطاء رحمه الله قال: حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة رضي الله عنها بسرف، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم 9، كان يقسم ل8 ولا يقسم ل1. در صحیح بخاری حدیث شماره 5067 و صحیح مسلم حدیث شماره 1465 عطا رحمه الله نقل می کند
با ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بر جنازه ام المؤمنین میمونه رضی الله تعالی عنها همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در محلی بین مکه و مدینه به نام سرف حضور داشتیم. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمود وقتی که جنازه او را بلند کردید به آرامی و احترام آن را بلند کنید و آن را تکان ندهید و به احترام و متانت با آن رفتار کنید، همانطوری که در زمان حیاتش نسبت به او احترام می کردید. همانا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 9 زن در نکاح داشتند که نسبت به 8 نفر از ایشان با نوبت و تقسیم وقت رفتار می کردند، ولی 1 نفر از ایشان نوبت نداشت. ام المؤمنین سوده بنت زمعه رضی الله عنها نوبت خود را به عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بخشیده بود. بله، سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سالوران و عزیزانی که دوست دارن سوالات، نظرات و پیشنهاداتشون در برنامه مطرح بشه، میتونید که از راه فیسبوک و از واتساپ با ما در ارتباط باشید در برنامه زنده و در برنامه در طول هفته هم از راه مختلف و از طریق تلگرام و واتساپ و فیسبوک و ایمیل و وایس میل میتونید با ما در ارتباط باشید. فقط لطف کنید برید سر اصل موضوع و بدون سلام علیکم و احوال پرسی اصل سوال و موضوع مطرح بفرمایید تا مختصرتر باشه و سریعتر به جواب برسیم. جناب دکتر، بیننده‌ای فرمودن که شوهر دارم، 10 ساله که شوهر داریم و ازدواج کردم، بچه دار نمیشیم. دکترها گفتن که مشکل شوهر شماست و من شوهرم اول هم نمیخواستم و علاقه بهش نداشتم، رابطه خوبی با هم نداریم. من با کسی تلفنی ارتباط دارم و دوستش دارم، چیکار باید بکنم؟ نظر شما چیست؟ خواهر عزیز، ببینید این اختیار شماست که میخواید با همسرت به اصطلاح ادامه زندگی بدید یا ندید. اگر نمیخوای و میخوای این حق شماست که صاحب فرزند باشید. همسرت به اصطلاح یک عیب خاصی داره یا بیماری خاصی داره، این حق رو خداوند به شما داده که خلع بگیرید و جدا بشید. این حق شماست. درخواست طلاق بدید. درخواست طلاق بدید و میتونید هم با این زندگی ادامه بدید. 10 سال در کنار هم بودید، میتونید عشق رو بسازید، محبت رو بسازید. همیشه فرزند مایه محبت و عشق نیست. اما کار بعدی که دارید میکنید که به اصطلاح با کسی رابطه داری، یعنی شما اینی که به اصطلاح رحمت رو از خانوادت زدی کنار، نقمت رو خودت با پای خود با دست خودت آوردی تو خانوادت. اینی که به اصطلاح از شوهرت جدا بشی حقته، اما این حقت نیست که در کنار این شوهر به این شوهر خیانت بکنی. اگر این کار رو کردی، هم در قبل از اینکه در آخرت که خب حسابشو باید پس بدی، در دنیا هم همونطور که شما به اصطلاح به شوهرت خیانت میکنید الان، خب منتظر این هم باش که فردایی که ازدواج کردی، حالا با این فرد یا با کسی دیگه، هیچ هم ناراحت نباش که فردا شوهرت اگر به خیانت کرد، اگر همین مردی که امروز باشه به اصطلاح من اصلا به شما توصیه نمی کنم با این فردی که الان باش تلفنی تماس دارید هرگز ازدواج کنید. چرا این فرد به اصطلاح یک فردی هست که میدونه که شما شوهر داری، با این وجود با شما رابطه داره. خب یعنی میدونه که شما داری خیانت میکنی به شوهرت، اما بازم اون داره خیانت، این گرگ است. این هیچ وقت 1000 بار قسم بخوره و بسیار دلیل بیاره که عاشق شماست، دروغ میگه. خب و این هم الاغ که نیست. فردا که شما ازدواج کردید، از این شوهر طلاق گرفتی با وعده اون که الاغ نیست. فردا میاد فکر میکنه با خودش، میگه این شوهردار بود به شوهرش خیانت کرد. حالا کی ضمانت میکنه که به من خیانت نکنه؟ شما در پیش اون کلن فاقد ارزش،
فاقد هیچ گونه احترام، فقط اون یک نیازی داره از شما. خب این ابراز علاقه که از طرف مقابل داره میشه، آیا این احساس محبت اینو همش تظاهر هست؟ این ابراز علاقه رو گرگ به گوسفند داره، چیز طبیعی است. ما بیایم به گرگ بگیم که به بره نگه که بیا قربونت برم ماشاءالله چه بره خوشگل نازی هستی، اصلا پدر بزرگامون با هم رفیق بودن، طبیعی است. اما چطور اگر این انسان شخصیت می‌داشت؟ دامه برای شکار. دقیقاً امکان نداره غیر از این باشه. چطور یه انسانی، مردی ایمان داره، شرافت داره، اخلاق داره، 1/10 ارزش‌های اخلاقی رو داره، 1/10 میاد به یک زن شوهردار ابراز علاقه میکنه، پس اینجا کاسه زیر نیم کاسش هست. خب اگر میخوای حق شماست از این مرد طلاق بگیری و به اصطلاح به شیوه های درست دنبال یه شوهر دیگه باشی، این حق شماست. اما هرگز توصیه ما این نیست که با این فردی که به شما وعده داده با شما تماس داره به هیچ عنوان ازدواج کنید، چون ایشون همین کار رو برای همسر خودش نمیپسندید که همسرش با مرد دیگه ارتباط داشته باشه. چطور حاضره که برای کسی دیگه بپسنده اینو؟ فرداش که تو همسرش شدی دیگه میدونه که تو یک خائنی. آیا میتونه رو شما اعتماد کنه؟ هر چه بگه امروز فقط یه نیاز هست و حرفی هم نمیتونه بزنه. شاید فردا تقی توقی خورد برگشت گفت تو همون کسی هستی که شاید خیانت کردی، حالا به من اعتماد حتما اینو خواهد گفت. در این فضا هم که شیطان هم که خواب نیست. طبیعت همون شیطانی که امروز شما رو به هم برای هم دیگه جلوه میده فردا. خب حالا شما گفتید که ایشون پیشنهاد کرده بین خواهر که هرگز ازدواج نکنن. خب ولی خب این ارتباط رو قطع کنن، یعنی همین الان این ارتباط یک ارتباط اشتباهه. این رو کاملا اولا اینی که الان حتی اگر از خداوند متعال بخوان که بچه دار بشن، با چه رویی میخوان؟ خداوند متعال شافی خداست. خدا میتونه شوهرش رو شفا بده، خدا اگر مشکل از خودش شفاش بده. حضرت ابراهیم رو در 90 سالگی بچه میدن، چیزی که بسیار قدرت خداست. اما وقتی که تو داری خیانت میکنی، تو داری به اصطلاح گناه به این بزرگی رو مرتکب میشی، با چه رویی از خدا میخوایی؟ خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که طرف میاد میگه یا رب گریه میکنه، دعا میکنه، خدایا من این حاجت رو دارم. میگه غذاش حرام، پوشاکش حرام، همه چیزش حرام، فانا یستجاب له. چه تو امکان داره که اصلا خداوند اجابت دعاش بکنه؟ حالا تو مواردی جناب دکتر برای ترک چنین ارتباطاتی احیانا حالا خواهری اشتباهی کرده، به اشتباهش پی برده، میخواد ترک بکنه، برای اون گرگی که اون طرف هست تهدید میکنه، حالا یا صدای ضبط کرده یا فیلمی داره یا عکسی داره که من نشر میکنم، به شوهرت میرسونم، که علم میکنم، که بل میکنم. راه حل اینجا چیست؟ ببینید من یک ضمانت میدم به همه دختر خانم ها یا خانم هایی که دچار اشتباهی شدن، عکسی دارن، فیلمی دارن، دست مقابل به اصطلاح یک نقطه ضعفی دارن، براشون امروز می نویسم ضمانت میکنم که شما هیچ خطری شما رو تهدید نمیکنه. طرف بذارید هر چه هارت و پورت میکنه بکنه. اولین کاری که میکنید ببینید خداوند متعال به ما قدرت داده که ما اختیار دست خودماست. در لغتنامه حرفای خوب خیلیه که همه اینا رو شما استفاده کردید وقتی که به اصطلاح اون طرف رو شکار کردی یا اون طرف شما رو شکار کرد. در همین لغتنامه فوش هم گذاشته شده. پره. این فوشا واسه این روزاست. بیا 10 تا فوش بده، فوشایی که بدتر از اون نباشه به طرف بده. خب بهش بگو هر غلطی دلت میخواد برو بکن. تهدید کرد، هر چی کرد. کسی که خطر اون رو تهدید میکنه خانوما نیستن، اون مرده. اگه اون مرده بره اون عکس رو کنه، خب چه اتفاقی میفته؟ جامعه همیشه در زن رو مظلوم میبینه، همیشه طرفدار زنه، در این همیشه طرفدار زنه. خب آقا این عکس از من نیست، فتوشاپه، آقا این فیلمم خودش فتوشاپ کرده، فلان کرده، میخواسته آبروریزی کنه، فلان کنه. کل جامعه میریزن روز که الا پاچه اون تیکه پارش میکنن. خب اونه که در خطره، هیچ زنی در خطر نیست. اینه که شجاعت به خرج بدید و از این فحشای ناب استفاده کنید در این موارد و کاملا به خداتون ثابت کنید که این رابطه رو قطع کردید و برگشتید. تشکر از شما جناب دکتر. بیننده دیگری فرمودن که شما از عشق و محبت بین زن و شوهر صحبت میکنید، ولی وقتی که
شوهر از عشق چی نمیفهمه اصلا و به دنبال زنهای بدکار است و همش وقتش با اونها میگذره، چیکار باید کرد با چنین شوهری؟ ببینید شما خودتون میگید که شوهر از عشق نمیفهمه، یعنی اینه که شما میفهمید. طبیعتاً اون کسی که میفهمه باید به اون کسی که نمیفهمه یاد بده. اون شوهری که به اصطلاح چپ و اینور و اونور میره، این بیمار هست. خب سبب بیماری رو ببین چی هست. اگر سبب بیماری شما فیلم‌های مبتذل نگاه میکنید، این خودتون دیگه این درد آوردید تو خونتون، باید این قضیه رو ریشه کن کرد. چه چیزی باعث شده که شوهر دنبال به اصطلاح حرام باشه؟ خب پوشاک اونا، نمیدونم نحوه رفتارشون فلانشون، اونا فیلم بازی میکنن. همون فیلم دروغینه که اونا بازی میکنن شما صادقانه بازیش بکن. اون چیزی که شوهرت گوشاشو پر کن، چشاشو پر کن، عاطفش رو پر کن، شهوتش رو سیراب کن. خب یک کاری بکن که نایی برای لذت بردن از غیر تو رو نداشته باشه. اون وقت دیگه کسبش میکنی. بعد هم این کلیدهای عشق رو خیلی خوب پررنگ کن تو زندگیت تا به اصطلاح بهتر از تو رو نبینه، شیرین زبان تر از تو رو نشناسه، خوشگلتر و زیباتر از تو رو هم نبینه. در همین مورد که باز شما مطرح فرمودید، بیننده دیگری فرمودن که چیکار کنیم وقتی که با کسی با عزیزش قصد همبستری داره، خواهری این سوالو کردن که چیکار بکنیم که بهش بفهمونیم که اراده این کار رو داریم. من خیلی وقتها تلاش کردم و آنچه که شما گفتید رو از بوسه و لمس و مواردی مشابه این رو انجام دادم، ولی شوهرم برمیگرده من میگه که ول کن من حوصله ندارم میخوام بخوابم. شوهر نچسبی که میگفتیم ایشونه دیگه. حالا این خواهر میگه من چطور بفهمونم بهش؟ اصلا چرا این احساس ایجاد میشه جناب دکتر؟ ببینید که الان مثلا خب آیا این طبیعیه؟ این میخوام بپرسم که آیا مثلا شوهری زن و شوهری این نیت رو دارن، به هر حال یک نیاز خاصی طبیعی و فطری است. حالا در خواهرها پررنگ‌تره، در برادرام احیانا این احساس میشه که روش نمیشه مطرح بکنه صراحتاً و حالا به تعبیر این خواهرمون هر چقدر هم که با مقدمه چینی و این طرف اون طرف احساس نمیکنه شخص و روشون نمیشه بگه. آیا این طبیعی هست؟ اگر طبیعی نیست راه حلش چیست؟ ببینید حالا شاید اگر مثلا این فرد کار سنگین میکنه، خسته و کوفته است و فلان، خب این به اصطلاح از فرصت هایی که روزای تعطیل، فرصت هایی که به اصطلاح تعطیل است استفاده کنه. یعنی شرایط رو راحت بکنه وقتی که خسته نیست یا مثلا شب دیر وقت میاد به خونه بنا به کاری که داره، بنا به مسئولیتی که داره فلان، از فضاهایی که به اصطلاح آزادی بیشتر دارند، راحتی بیشتر دارند، از اونها اولا از اون اوقات استفاده کنه. ثانیاً اگر نه این در همه حال اینطور هست، شاید این مشکل به اصطلاح جنسی داره، مشکل جسمی داره. میره به اصطلاح پیش یک پزشکی با یک چی مراجعه میکنه، خودش به اصطلاح بعضی غذاهای مقوی که هست، بعضی درمانهای به اصطلاح گیاهای دارویی که هست، از اونها استفاده میکنه برای به اصطلاح تحریک اون قدرت جنسی که به اصطلاح در فرد ضعیف هست یا به اصطلاح مشکل داره. مشکل جسمی با دارو حل میکنه. اینا رو به اصطلاح حل میکنه. اما در قضایای به اصطلاح عاطفی و اینا خب خیلی صراحت گویی هم خیلی حرف به اصطلاح بد نیست. ازش بخواد با انواع حرکت ها، با انواع به اصطلاح همون مقدماتی که به اصطلاح به طرف رو به اصطلاح به هر حال اون اشتهاش رو برانگیزه، تحریکش کنه. خب این قضایای به اصطلاح با حرکت، با زبان چیز، با اینا، البته در حالی که به اصطلاح این مراعات اون مسائل دیگر هم بکنه که طرف در وقت خستگیش نباشه، در وقت نمیدونم خیلی پریشانه، نگران، مضطرب، وقت نداره. همه اینا رو به اصطلاح خودش میتونه اون طرف در فضا که هست میسنجه با شناخت از فضای خونش. دقیقاً اگر بیمار هست درمانش باشه. این قضیه راه حلش خیلی آسونه هست، نیاز به نگرانی نداره. فقط این مقداری باید سنجید، سبک سنجید کرد که به اصطلاح ببینه حکایت کجاست. یعنی میتونه که با کمی ظرافت بخرج مشکل خودش حل کنه. دقیقاً. تشکر از شما. بیننده دیگری پرسیدن که زن دوم هستم، چه دعایی بخونم که محبت شوهرم رو کسب کنم که منو دوست داشته باشه؟
اولا اگر به اصطلاح اینی که شما بگید که بیشتر از زن اول، به هر حال شما یه رقیب هستید خب و خودت هم انتخاب خودت بود، این رقابت رو قبول کردید. پس اینجا نباید اون حساسیت ها رو از به اصطلاح زیاد پررنگ کنین. همیشه زن دوم فکر میکنه که زن اول رو بیشتر دوست داره و زن اول فکر میکنه که زن دوم رو بیشتر دوست داره. معانی محبت اون ابراز عاطفه‌ای که شما میخواید نیست. معانی محبت رو ما در دو برنامه پیش گفتیم. به اصطلاح این وقتی که به اصطلاح با شما ازدواج کرد، احساس مسئولیت میکنه، رفت و آمد و اینها، همه اینها بیانگر اون عشق هست. پس عشق رو باید به معنای مفهوم واقعیش فهمید، نه به اون تصوراتی که در ذهن فرد هست. در ثانی اگر شما احساس میکنید که برای خانم هایی که به اصطلاح خانم دوم هستند و فضای خانواده یه مقداری آلوده است، به این معنا که به اصطلاح زن اول خویشاونداش نمیدونم به مشکل ساز هستن، شوهر پریشان هست، مجبور هست به خاطر به اصطلاح مراعات بعضی مواردی، فشارهایی که از این ور اون ور میاد، جامعه هنوز فرهنگ سازی نشده، یه مقدار در ظاهر کم مهری هایی به زن دوم بکنه. اگر همچنین فضایی به وجود اومد، بهترین درمانش کجا هست؟ بهترین درمانش این است که طرف به اصطلاح رقیب اول رو به اصطلاح ناامید کرد. ناامیدیش چطور هست؟ که در فکر این باشید که اگر فضای به اصطلاح مناسب هست و امکانش هست، برای شوهر زن سومی رو دست و پا کنید. اوه خطرناک شد جناب دکتر. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی این میفته که زن اول که به اصطلاح خودش همه این فعالیت های اون زن اول، خانواده‌اش، همه برای چی است؟ که این رقیبی که تو میدون اومده این رو بزنن کنار. اما وقتی که سومی اومد، دیدن که اینجا بابا قضیه به اصطلاح با این صورت حل نمیشه، قضیه رقابت تموم شد، بازی 3-0 ادامه پیدا میکنه و همه چیز استقرار پیدا میکنه. یاد یک حکایتی انداختی جناب دکتر که میگفتن یک کسی داشت خانمش رو میزد و حکیمی داشت گذر میکرد، گفت که زن رو با شلاق نمیزنن، زن رو با یک زن دیگه میزنن و گفت منظورتو نفهمیدم. از همون نایی که بود که شما میگید 2000 دیر میفته، این آقا نفهمید و خانم زود گرفت حکایت رو، گفت حرف این دیوونه رو گوش نکن چی میگه، زدنت ادامه بده، کتک رو بزن، گوش نکن، این مهم نیست. بیننده دیگری پرسیدن که چیکار کنم که شوهرم به من ابراز علاقه کنه؟ هر وقت بهش میگم به من ابراز علاقه کن، میگه من نمیدونم چطور ابراز علاقه کنم، بلد نیستم. خب ایشون که بلدن که درخواست دارن، خب همون درخواستشون رو شرح بدن. ما گفتیم که خیلی از آقایون هستن که دوزاریشون خیلی به سختی میفته. این برادرمون اصلا مثل که نمیفته 2000. خب نمیفته. شمایی که به اصطلاح میدونید چپ و راست حکایت رو میدونید، برای شرح بدن. یعنی چی جناب دکتر؟ خیلی واضح بخوایم صحبت بکنیم. یعنی بهشون بگن که این کلمات رو بهم بگو، این تعبیر استفاده بکن، اینطور با من برخورد بکن، اون چیزی که دوست داره رو بهش بگی این کارو بکن. ببینید اون اولا نیاز نیست که به اصطلاح ازش بخواد. وقتی که شما با اون تعابیر زیبایی که خودت بلدی اون رو بگی، خود به خود اون یاد میگیره، اونم استفاده میکنه برات. ببینید طرف که همچنین مثلا میگه که نمیدونم، خب شما ببینید زن و شوهرها یکیش گفتیم از ما هست، یکی دیگه از مریخ. نیاز هست که به همدیگه زبان بسیار فرهنگ‌های مختلف هست، بارداشت‌های مختلف هست، این نمیدونم از یک جو خانوادگی اومده، این از یک جو خانواده فرهنگ ترجمه کنن هم دیگه. بیان به حساب همدیگه یاد بدن اون چیزایی که به اصطلاح بلدن اونا. اما بهترین شیوه یاد دادن چه هست؟ همون تعبیر قرآن کریم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. به بر و خوبی نمیرسید مگر اون چیزی که میخواید اون رو خودتون باید انفاق کنید. ببخشید که زبان شیرین میخواید بشنوی، باید زبان شیرین انفاق کنی. ببخشید عشق میخوای به اصطلاح به دست بیاری، باید عشق بدی. محبت، احترام، هر چی که به اصطلاح میخوای از طرف مقابل کسب کنی، باید شما بدی. خیلی ممنونم. بیننده دیگری فرمودن که در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم محتوای کلامشون این هست که فرمودن اگر خانمی شب به تقاضای شوهرش پاسخ مثبت نده و بره به بستر بخوابه، ملائکه تا صبح او رو لعنت و نفرین میکنن. اگر حالا شوهری پاسخ مثبت نده به خانمش، آیا این حکم برای او هم وجود خواهد داشت که خانمی حالا صراحتاً بوده این که بگه شوهرش اجابت نکنه؟
ببینید قضیه اینه که شوهرش اجابت نمیکنه. خب یه شوهر قضیه به اصطلاح خانم و آقایون و به اصطلاح سیکولوژی آقایون و خانم ها با هم متفاوته. الان اگر اون شوهر بنا به عذری، خب بنا به خستگی، بنا به پریشانی، بنا به این مسائل بود و الا باید اونم به هر حال همدیگه رو که چرا ازدواج کردن، لباس تن همدیگه هستن، اون همونطور که آقایون نیاز دارند خانم ها هم نیاز دارن، این هم آقا باید به اصطلاح نیاز خانمش رو برآورده کنه. اما دیگه خانم باید این مسائل رو در نظر بگیره که به اصطلاح وقتی که شوهر نیاز داره تحریک کردن به اصطلاح رسیدن به اون نیازش از خانم آسان تره، اما وقتی که خانم نیاز داره و شوهر به اصطلاح وقتش رو نداره، نمیدونم حالش رو نداره، فلان نداره، دیگه باید این رو حال داد، باید اون غریزش رو تحریک کرد، باید وضعش رو هم سنجید. طرف عصبانی است، ناراحت، پریشان، خسته است، خب چه کار باید کرد؟ باید راحتی براش مهیا کرد، خستگیش برطرف بشه، نمیدونم پریشانیش رو برطرف کنیم. ببینید یک انسان پریشان رو میخوای چیکار کنی؟ اون با شما راه نمیفته مگر اینی که شما بتونین با کلید لبخند، با کلید به اصطلاح سلام، با کلید آغوش، اون به اصطلاح با کلید گوش دادن اون پریشانی و اون حالتش رو برگردونید به یک حالت نرمال. اون وقتی که به اصطلاح با ساز شما خواهد رقصید. ممنون از شما. میرندگری فرمودن زنم میخواد از من طلاق بگیره، میگه طلاق میخوام بدون هیچ دلیلی. اینی که زن مثلا میخواد طلاق بگیره به هیچ دلیلی نداره فلان، شما زیاد بهش بها نده، دلیلی داره. حالا دلیلش چی هست؟ شاید یک بیماری هست، شاید یکم عجول هست. خب این طبیعت زن هاست که زود به اصطلاح از کوره در میرند، واسه همینه که خداوند متعال این قدرت طلاق رو به زنها، این اختیار رو به زنها نداده. اما این زن داره یک کار بسیار رو اشتباهی میکنه و یک گناهی رو مرتکب میشه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ای امرأة، هیچ زنی بدون سبب از شوهرش درخواست طلاق نمیکنه مگر اینی که در روز قیامت حتی بوی بهشت به دماغش نمیرسه. اینقدر از رحمت خداوند این دور میشه، خاطر اینی که این داره یک فضا، یک به اصطلاح آله دست شیطان شده. این شیطانه که اون رو به اصطلاح تحریک میکنه. حالا چه باید کرد؟ باید با این کلیدهای عشق در این زن عشق رو به وجود بیاریم، با زبان شیرین، با آغوش شیرین، با بوسه شیرین، با لمس عاشقانه، یک فضایی براش به وجود بیاریم که خودش رو گم کنه، یک زندگی جدید رو تجربه کنه. دقیقاً. ممنون از شما. با حضرت پوزش از شما بینندگان عزیز. بیننده دیگری فرمودن در یک خانواده، فرزند خانواده، حالا برادر، خواهر، برادرها، ایشون ازدواج کرده، خانمش هم باشه است، با هم زندگی میکنن ظاهرا، و برخورد برادر با خانمش در فضای خانواده به شکلی است که احیانا احساس میشه که این مقداری فراتر از اون حد عادی است در جلوی جمع. حالا مادر خانواده برای کنترل این فضا و تذکر چیکار میتونه بکنه؟ یک در فضاهایی که به اصطلاح انسان مجبور هست با نامحرم‌های رابطه داشته باشه یا نزدیک باشه یا یک فضای مشترک باشد، ببینید خاصتا همچنین فضا باید این مرزبندی ها کاملا روشن باشه و این مرزبندی ها رو ما روشن میکنیم. به هیچ کسی به هیچ عنوان نباید این به اصطلاح فضا رو بدیم که پاشو از گلیمش درست‌تر کن. وقتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد هم پرسیدن، خویشاوندان، عزیزانی که خویشاوندان یا فامیل هستن، با هم هستن، فرمودند که این مرگ است. یعنی چی؟ یعنی این خیلی خطرناکه، باعث کدورت ها میشه، باعث صله رحم از به اصطلاح اینجاست که خانم اول بیشترین نقش رو کی داره؟ خواهرها، خانم ها. خانمه باید به همه نشون بده که شخصیتش مستقل هست و زیر بار هیچ، نه بزرگتر نه کوچکتر، برادر بزرگ شوهرم هست، نمیدونم فلان هست، به همه نشون میده که من محدودیت خاصی دارم و به هیچ کس اجازه نمیدم که پاشو از گلیمش درازتر بکنه. حالا اگر خود خانم به هر حال ظاهرا تو این مثالی که زدن
خود خواهر برادر ها زن شوهری که در فضا هستن خودشون زن رعایت نمیکنن که این مشکل ایجاد شده. حالا مادر اگر بخواد تذکر بده به برادر میگه، به پسرش میگه یا به خانومش عروسش، مادر به همه میگه، در کل در باشون بشینه صحبت بکنه، براشون تعیین بکنه که این فضا رو تا این حد رعایت بکنید که مشکل ایجاد نشه. دقیقاً مادر برای همه بعد تو همه رو جمع کنه و بهشون بگه که باید این مرزبندی ها رعایت بشه، خود افراد باید این مرزبندی ها رو رعایت کنن. رعایت نکردن بهای سنگین پرداخت میکنن. برادرها با هم دشمن میشن، خانواده تیکه پاره میشه، نمیدونم شیطان وسوسه میندازه تو قلبها، کدورت ایجاد میشه. اینه که باید این مرزبندی ها رو عفت، حجاب، نمیدونم خیلی از مواردی که ما اشاره کردیم الان شاید در فضای مثل این فضا که با هم مشترکاً زندگی میکنن بحث آغوش و بوسه آنچنانی و این حتی بعضی از گفتارها و شوخی ها شاید مناسب نباشه تو این فضا. اصلا نباید اصلا در این فضا اصلا هیچ شوخی باشه. شوخی که هست بین زن و شوهر است تو فضای 4 دیواری یا اتاق خواب خودشون. دقیقاً اونجایی که به هر حال یک محدوده خاصی اتاق خاص. حتی وقتی ما مثلا دم از آغوش میزنیم دیگه آغوش تو خیابون نمیگیم طبیعتا، یا بوسه میگیم، بوسه هم جای خودش رو داره، آغوش هم جای خودش رو داره. فضای وقتی میگیم مثلا فرزندانی اون خانواده معناش غیر از مثلا نامحرم هاست، خواهر برادر فرق میکنه. دقیقاً. ممنون از شما. خانم دیگری فرمودن که خواهری که زن هر کاری که میکنه شوهر هر کاری میکنه شوهرم ایراد میگیره و منو با زنهای دیگه مقایسه میکنه، میگه زنهای مردم اینطورن و اینطورن دیگه بریدم چیکار باید بکنم؟ راضی نمیشه. ببینید وقتی که شوهر ایراد میگیره یعنی چی؟ ایرادو کی از کی میگیره؟ وقتی شما کسی رو تو خیابون میبینید کار اشتباهی میکنه یا کاری میکنه که مثلا برای شما زیبنده نیست، شما ازش ایراد نمیگیرید، احساس میکنید که مال من نیست. وقتی شوهر از ایراد میگیره یعنی چی؟ یعنی دوستت داره، یعنی میخوادت، اما یک تصرفاتی از شما میشه اون میگه که مثل فلانی باشید. خب شما نباید این رو به عینک سیاه نگاه کنید. خانه اینجا آیا این مقایسه کردن همیشه درست است؟ نه، این کاری که شوهرش میکنه اشتباه است. راه اما راه حل اینه که به شوهرش باید مراعات بکنه، باید تعریفش کنه، باید تشویقش بکنه، خب باید ازش قدردانی بکنه. خب حالا که شوهر اما شوهر نمیدونه، خانم چیکار کنه؟ خانم که به اصطلاح این رو برداشت اشتباه نکنه. خب یعنی شوهرت میخواد تو از فلانی بهتر باشی، میخواد در فلان چیز از همه جلوتر باشی. وقتی میخواد که تو از دیگران بهتر باشی یعنی چی؟ یعنی احساس میکنه تو مال اون هستی. مثل همون که شما مگه نمیخوای که بچه‌ت از همه بچهای دیگه جلو بزنه؟ وقتی که به بچه‌ت میگی ببین بچه فلانی رو از اون بیشتر باید بخونی، نمیدونم فلان کن، وقتی شما اینو میگی یعنی چی؟ یعنی خوبیشو میخوای، دوستش داری، میخواد. دقیقاً شوهرت هم با این عینک به این حرفاش نگاه کن. کاری که شوهر میکنه یک شیوه تربیتی اشتباهه، نادرسته. اون باید خودش رو اصلاح کنه. اون میتونست با تشویق و با به اصطلاح حرفای زیبا و این شما رو به اصطلاح تشویق کنه، جذبتون کنه فن. اما این کارو نمیکنه، اشتباه نمیدونه. حداقل شما که میدونید نباید این رو برداشت اشتباه بکنید. خیلی ممنون. سوال آخر برنامه هم گرچه وقت برنامه هم کاملا به پایان رسیده بلکه گذشته، خواهر دیگری فرمودن که ایشون برادری فرمودن که زنم خیلی لجوجه و هرچی بهش میگم کوتاه نمیاد و قبول نمیکنه و همش به حرف خودش با فشار داره که تو با خانم دیگه‌ای هستی، با کسی دیگه‌ای هستی، هرچند که من صحبت میکنم بازم خودشو بالا میگیره و لجاجتش رو ادامه میده. چیکار باید بکنه؟ ببینید برادر عزیز، شما یک کاری کردید که زنت به شک افتاده و این کاری که زنت میکنه کاملا طبیعی است و این بیانگر یک عشق بسیار عمیقی هست. چون که زن توان تحمل این رو نداره که تو قلبش بیش از یک مرد رو جا بده، فکر میکنه که یک شوهرم این توان رو نداره. اما شما یک حرکاتی کردی، یک شوخیایی کردی، یک تصرفاتی ازت صورت گرفته که ایشون شک کرده. حالا این شکش نشانه چی هست؟ نشانه یک عشق عمیق هست. شما باید چیکار کنی؟ باید اصلاً به این حرفا بها ندی، هر یکی از این حرفا تا از دهنش میاد بیرون اون حرفه رو ببوسی که بیانگر اون عشق صادقانه است.
نمیخواد این کسی دیگه باشه که بیاد زندگیشو به هم بزنه. درست. اینجا چه کار باید بکنی؟ اینه که دیگه تا میتونی به این زنت خوبی کن، عشق رو نمایان کن، بدون کوچکترین بها دادن یا اظهار ناراحتی از حرفاش. خود به خود این قضیه حل میشه و بعد از یک زمان خودش حل یک قضیه هست. و اون چیزایی که باعث میشه که ایشون شک کنه اونا رو تکرارشون نکن. پرهیز کنه. گوشی تلفنی مثلا میاد دوستی هست که نمیخوای حرفتش رو خانمت بشنوه، خب وقتی جلوی خانمت جوابش رو نده. خب نمیدونم نامه هایی که تو به اصطلاح گوشی تلفن داری، بعضی از دوستات و شوخی نام الکی گذاشتی که به اصطلاح طرف برداشت اشتباه میکنه. در حال حرکت هایی که شما میکنی یا رفتارت با خانم های دیگه، همکار هست، همکلاسی هست، فلان هست، شیوه به اصطلاح صحبت کردن، این چیزایی که باعث شده که ایشون به شک بیفته اینا رو پاک کن، کم کم قضیه خودش حل میشه. خیلی ممنونم جناب دکتر. سوال‌ها همچنان باقی مانده اما به همین قدر فعلا اکتفا می‌کنیم و ان شاءالله در برنامه بعدی همه سوال‌های یعنی بخشی حداقل سعی می‌کنیم از سوال‌هایی که به ما رسیده رو هم جواب بدیم. تشکر خاص دارم از همه شما که در فیسبوک یا از راه‌های دیگر با ما مشارکت کردید. سوال‌ها و نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو میتونید باز هم از طریق صفحه فیسبوک، واتساپ، تلگرام و پیامگیر صوتی ما و همچنین از طریق SMS با ما در میان بگذارید و حتما ان شاءالله در برنامه‌های پیش رو مطرح خواهد شد. جناب دکتر صحبت پایانیتون با بینندگان هست. عزیزان ما یک به اصطلاح می‌خوایم که یک نعمت‌هایی رو، عشق یک نعمت هست، زندگی پرسعادت یک نعمت هست، اینه که ما باید این رو به دیگران بفهمونیم. این قضیه به اصطلاح خانه‌ها رو پر از عشق و محبت کردن این وظیفه ماست. بله. که یک همونطور که شیطان سعی میکنه که یک خانواده‌ای رو به هم بریزه، باید بنده صالح خداوند سعی کنه که شیطان رو در این فضا در میدان خانواده کمرشو بزنه به زمین. و این ما این که باید این مفاهیم رو در خانواده ها نهادینه بکنیم، فرهنگ سازی بکنیم تا خانواده ها پر از مهر و عطوفت و مودت و رحمت باشه. خیلی ممنونم جناب دکتر. تشکر از شما و دست کلیدهای قشنگ شما، کلیدهای قشنگی که در این دست کلید آوردید برای ما بینندگان عزیز. موضوع ما همچنان ادامه خواهد داشت. در برنامه بعدی سعی می‌کنیم ان شاءالله باقی مانده موضوع رو تکمیل بکنیم. بیاری الله متعال به همراهی شما عزیزان و تشکر خاص دارم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. از احمد جان و فرید و منیر احمد و محمد جان عزیز که پشت صحنه تلاش می‌کنن تا این ارتباط بین ما و شما پیوسته برقرار باشه تشکر خاص دارم. در پایان از الله متعال برای همه گذشتگان خودمون رحمت، بخشش و مغفرت رو خواهانیم و برای خودمون هم استقامت تا آخرین لحظه حیات در مسیر توحید و عبادت الله متعال و حسن خاتمه محتاج دعای خیرتان هستیم. تا برنامه بعد الله یار و نگهدار شما.